دادگاه عالی طالبان اعلام کرد در دیدار معاون اداری این دادگاه با رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران، هیئت افغانستانی تمدید برگه‌های سرشماری مهاجران و افزایش تسهیلات را برای آنها خواستار شد. آنطور که آقای عبدالمالک حقانی گفته، حکومت افغانستان بر اساس دستور ویژه رئیس هیئت حاکمه طالبان به همکاری در مبارزه با باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر کاملا متعهد است. معاون اداری دادگاه عالی طالبان با ابراز قدردانی از اقدام انسان دوستانه ایران در پناه دادن به میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی در 4 دهه گذشته بر اهمیت همدلی و حسن همجواری همسایگان تاکید کرد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران هم اقدام‌های صورت گرفته در اجرای مدیریت مرزها را ستود و همکاری‌های بیشتر